عاشقی خودش جایز نیست در اسلام. عاشقی از اسلام نیست. شما فقط می توانید کدام دختری را که دوست می دارین، شما می توانید که رفته از او مثال یک تماشا کنین چهره ای حکایه میکنه که من یک دختر را عاشق شدم، اینی دوست داشتم، میگه برای من اینقدر اجازت شد که فقط باید تو میتوانی که یک نظارت کنی، یک نگاه کنی. من از پس درخت میرفتم، می ایستادم و راهگردی او را و چهره او را تماشا میکردم. صحابه پیغمبر این چنین میگویند. یک صحابه دیگر که ابو هریره روایت میکند، میگه پیش پیغمبر آمد گفت من فلان دختر انصاری را میگیرم، یعنی از همون مردم مدینه را. پیغمبر خدا گفت رو با وی صحبت کن، زیرا که چشمهای دخترهای مدینه یک چیزی دارد که به تو معقول میشود یا نمیشود. یعنی شاید در چشمهای همون